مدتیه که گروه‌های ایران ستیز و پانکورد با جعل تاریخ مشترک ایرانیان سعی در مصادره اون به نام خودشونن و این بار نوبت به ساسانیان رسیده. شاهنشاهان ساسانی هویت قومی خودشون رو در کتیبه‌هاشون و متون پهلوی ایرانی یا آریایی و همتبار با هخامنشیان میدونستند و واژه کرد در اون دوران به معنای کوچ‌نشین و رمه‌گردان بود و لزوماً ارتباطی با مردمان کرد زبان امروزی نداره. تاریخ طبری و کتاب کارنامه اردشیر پاپکان از پیشینه اردشیر پاپکان اولین شاهنشاه ساسانی اطلاعاتی رو دادند و تبار اون رو به دارای دارایان یا داریوش سوم میرسونند که خاندانش پس از مرگ او و سقوط شاهنشاهی هخامنشی بین شبانان و چوپانان پنهان شدند. اردشیر وقتی که مدعی شاهنشاهی ایران شد، شهری به نام رامردشیر ساخت که در پی اون سریعاً با پیامی تهدید و تحقیرآمیز از سوی آخرین شاهنشاه اشکانی اردوان چهارم روبرو شد که در اون این متن اومده: ای کرد زاده که در خیمه کردان پرورده شده ای، از حد خود برون رفته ای و مرگ خیش را پیش خوانده ای. چه کسی به تو اجازه داده که تاج بر سر گذاری و شهری به نام رامردشیر بنیاد گذاری؟ در اینجا هم کرد اشاره به سبک زندگی کوچ‌نشینی اردشیر و خاندانش در بین چوپانان داره و کلاً ادعای این افراد پوچ و بی‌اساسه. اردوان هم برای تحقیر اردشیر اون رو این چنین خطاب کرده. ضمن اینکه در تمامی سکه‌های شاهنشاهان ساسانی نام ایران شهر یا کشور ایران ذکر شده است.